به نام خدا. سلام و عرض ادب، وقت همگیتون بخیر باشه. با جلسه دیگه از کتاب سیمای مسکن و شهر اسلامی آقای قرائتی برگرفته شده از تفسیر نور ایشون در خدمتتون هستیم. خب در ادامه فکر میکنم جلسه قبلی محسوب میشه یه جورایی مسکن کم هزینه‌ای که صحبت کردیم که راهکار خداوند برای این مسکن کم هزینه چیه؟ آیا باید از مساله بزنیم، کوچیک کنیم خونمونو، بعد چیکار بکنیم؟ که خب راهکار خیلی خوبی بود برای کشور خودمون. خب و تو این جلسه در مورد وسعت مسکن می‌خوایم صحبت کنیم. یه جوری در امتداد هم من می‌بینم اینا رو. حالا بریم جلوتر متوجه خواهید شد. ببینید میگه وسعت مسکن. آقا یکی از نقدهای جدی مردم حتی مسلمون به خونه‌های بزرگ چیه؟ اینکه اینا اصلا غیر اسلامیه. مگه میشه آدم اینقدر خونه داشته باشه، اینقدر فلان؟ هرچند که ما قبلا هم صحبت کردیم معیارهای خداوند با معیارهای من مسلمان ممکنه توی یه راستا نباشد. حالا کدوم یکیش اسلامیه؟ 100% نظر خدا. نظر مسلمین خیلی اوقات میتونه اشتباه باشن. مثل خیلی از صحبت‌هایی که در واقع در باب معماری اسلامی گذشتمون داریم که ما صحبت کردیم در مورد این تو نقد معماری اسلامی که 2 جلسه‌اش تا الان، حالا تو امروز چندمه؟ یعنی 22 دی خدمتتون عرض می‌کنم که تا الان 2 جلسه‌اش منتشر شده، فوق‌العاده است. حتما گوشش بکنید. خیلی از سوالاتی که در مورد معماری اسلامی هست توی اونجا، شبهاتی که هست تو اونجا پاسخ داده شده. بگذاریم لای پرانتز بره. میخوام بگم که آقا ما اگر در مورد وسعت مسکن یا معماری اسلامی گذشته داریم صحبت میکنیم، خب خیلی چیزاش ممکن اصلا اسلامی نبوده باشه. ما نمیگیم قدیم همش معماری اسلامیه. معماری مسلمی که خیلی جا هم بالا اسلامی داره، خیلی جا هم در تضاد است. مگه ما حکومت اسلامی نمیدونم حالا مثلا شاخص و ترازه با اسلام داشتیم که بخوایم معماری اسلامی نابم از توش بکشیم بیرون؟ شما برید ببینید به چه جاهایی، به چه لوکیشن هایی که برای ما حتی مقدس هست، جناب مثلا برخی از علما اشاره میکنن آقا کاخ فلان ابن مثلا شرابخوار است. نمیخوام کد بدم، میرید سرچش میکنید ممکن پیداش کنید. خوب نیست. خب تو جامعه تخصصی حالا یه خورده بدونید خوبه، ولی خب ویدیو داره یه خورده عمومی تر هم منتشر میشه. بدونید، یعنی میخوام این در وسط حداقل بهتون بگم که آقا معماری اسلامی نیست همشون معماری گذشته خودمون. ها در مورد وسعت هم دقیقاً همین نظره. آقا الان شما خونه بزرگ ببینی تو جامعه اسلامی، تو جامعه مسلمین همین امروز خودمون، چی بهش میگن؟ میگن آقا فلان فلان شده، ببینید از کجا آورده، چه جوری آورده، حتما دزدی کرده. همونطور که یه ماشین خوب ببینید دست این نفر، میخوای قطعا همین حرفو بزنی. در صورتی که ما در روایات داریم میگه مؤمن باید تاجر باشه، مؤمن باید خونه بزرگ داشته باشه، خونه نمیدونم فلان داشته باشه. خب آیا یه جایی هم هستش که خونه بزرگ از قضا ایراد باشد؟ بله. یه بخشیشو که قبلا صحبت کردیم در مورد خونه مسئولین بود که دیگه ببین اونا نباید اینجوری داشته باشن. از قضا حرف قرآن همشین میگه پولدارها رو نباید بکنید مسئول خودتون، نباید بذارید بالا دست خودتون. اونا فهم و شعور شما رو ندارن. تهش برمیگرده میگه خودت بمال. دیگه میخواد چیکار کنی؟ تهش میخواد بیاد بگه من اصلا باخبر نبودم، نمیدونم. همینجوری. چرا؟ چون اصلا فقر مردم رو درک نکرده، نمیتونه بفهمه که آقا یه همچین تصمیم ممکنه چقدر مردم رو اذیت بکنه. این قضیه وسعت هم همینه. یعنی جمهوری اسلامی اگر میخواد معماریش رو اسلامی بکنه، باید یه جاهایی که در واقع در قرآن اشاره شده خونه‌های وسیع تقدیم مردم بکنه. همونطور که در قانون اساسی هم کمک به خونه دار شدن مردم لحاظ شده و این گردن جمهوری اسلامی باید این کارو بکنه. صحبت‌های حضرت امام است. حالا این تیکر رو اصلا میذارم براش که آقا میگه حضرت امام میفرمان مردم رو باید خونه دار کرد. میگه همین دارایی شاه و نمیدونم این وابستگانش و فلان و اینا رو بخواید بگیرید، کل این مردم رو میشه خونه دار کرد. دستور دادم که تمام املاک و دارایی سلسله منحوسه پهلوی و تمام دارایی اون اشخاصی که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشد برای طبقه ضعیف
مسکن ساخته بشد. سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم. آقا نه کلشو نه، نصفشو که میشه، آقا یک دهمشو که میشه. لامصب این همه مدت گذشت، کی پس میخوای خونه دار بکنید مردمو؟ جزء قانون اساسیه. خب در مورد وسعت بریم جلو ببینیم کجا خدا درست میگه و یعنی درست میدونتش و کجا خدا درست نمیدونتش. ببینید میگه اسراف گناه کبیره است. اوکی، این ببین گناه صغیره نه، این کوچولو موچولو نه، گناه کبیره است. خب آیا خونه بزرگ با توجه به این موضوع اسراف شمرده میشود یا نمیشود؟ دارم میگم یه جاهایی اشکال دارد و یه جایی هم اشکال ندارد. اما کجا اشکال داره؟ من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع. به این وضوحی نمیشه مطرح کرد مطلبو. سعادت مسلمون، سعادت انسان مسلمان اینه که منزلش وسیع باشه. پاسخ آخر رو همین اول داره میده. خب شرف الساحه الواسعه یعنی چی؟ یعنی شرف خونه به حیات بزرگشه. در مورد اینجا که حرفا هست، خیلی ورود پیدا بکنم، ولی واقعا اگر حتی دولت میخواد مردم خونه دار بکنه، تو جلسه پیش صحبت کردم، توسعه افقی شهر کمربندا رو باز بکنه، منفصل نکنه، شهر رو پرت نکنه، یه جای دیگه قطع نکنه، این مسیر بین این دو تاش همینجوری ادامه پیدا بکنه، خورد خورد شهر بزرگ بشه. تو یه لولی هم هستا، نه اینکه همینجوری تا ابد بزرگ بشه. یه اختاپوسی شده تهران، نمیشه کنترلش کرد. آروم آروم یه جاهایی که امکانش هست بزرگ بشه و توسعه عمودی پیدا نکنه، خونه رو میشه ارزونتر ساخت با توجه به این مسائل. خب اینا رو صحبت کرده بودیم در قبل. اما یکی از بهترین راههایی که این وسعت رو میخوای مردم بچشن، حتی مردمی که شما میخوای خونه برای خودتون بسازید، بدون این یکی از بهترین راهکارهاست برای اینکه واقعا حس وسعت که واقعا انسان رو بزرگ میکنه، که بارها و بارها در مورد این ماجرا صحبت کردیم قبلا، که مغز انسان اصلا هورمون ها نسبت به این وسعت مسکن چقدر مثبت بوده، چقدر تو رشد بچه، رشد در واقع هورمون هاش، به تعادل رسوندن هورمون هاش. حالا رشد هورمون ها هم یه بحثیه که مطرحه، یعنی مثلا هورمون رشد یعنی سوماتوتروپین، اینا در واقع در خونه بزرگ بسیار بسیار سریعتر و خیلی بهتر پاسخگو هستن. حتی بعضی از هورمون‌ها به تعادل میرسه. حتی گفتم خونه بزرگی که میتونه مغز بزرگ، جهانبینی بزرگ به انسان بده. انسان در خونه کوچیک مغز بسته تری داره. اینها رو در واقع به روانشناسی به اثبات رسونده. میخوایم بگیم این شرف و الساحه الواسعه، اگر میخوای امروز به نتیجه برسی و با قیمت کم به نتیجه برسونیش، اینه که یه زمین بزرگتری داشته باشی، مثلا 500 متر. نمیتونی بسازی؟ باش 100 مترشو بساز. وقتی تو 100 مترشو میسازی خیلی چیزا داری. خب حتی میتونی مثلا 60 متری بسازی. ببین نمیخوام به جای خطرناک برسونیم، ولی تو حتی میتونی 50 متر طراحی بکنی. راه دیولپ میذاری براش که بتونی بعداً گسترشش بدی. اوکی؟ و در کنار اون تهش اینه دیگه، تو میگی آقا من 100 متر دارم ولی 400 متر حیاط دارم. ببین جا برای انباری داری، جا برای رختبند کردن داری، جا برای دویدن داری، جا برای مهمان نوازی داری، جا برای خیلی چیزا دیگه داری. تو یه حوض طراحی بکنی چقدر مگه هزینه‌اش میشه؟ اون وسط دار درخت بذاری معیشتت حل میشه، سبزینگی میبینی، انگار یه پارک تو هر خونه‌ای وجود داره. اوکی، این یکی از بهترین روش‌هاست. یعنی به جای اینکه خونه داشته باشی، خونه بزرگ داشته باشی، برای اینکه میخوای همین پاسخ رو به نیازهای مادی خودت هم بدی، که به نیازهای معنوی خودت هم داده باشی، اینه که خونه کوچیک‌تر تو زمین بزرگتر داشته باشی، که دقیقاً مطابق با روایات هم هست، که دقیقاً مطابق با علوم زیست امروزی هم هست. بچه میدوه، دوپامین روزش رو تامین میکنه، ملاتونین شبش زودتر دریافت میشه، هورمون سوماتوتروپین یا رشدش رو بهتر میگیره، یعنی خواب و زندگی و سبک زندگیش کاملا اوکی شد. مشکل کمبود کلسیم حل میشه، مشکل نمیدونم خوابش حل میشه، مشکل شادیش سروتونینش حل میشه. چجوری میخوام
چجوری من میخوام در واقع هم نیازهای مادی هم نیازهای معنوی حل کرده باشم؟ نماز میخوای بخونی زیر سقف آسمون که چقدر اجر و قرب داره میبینی. آسمون میخوای میبینی، آفتاب میخوای میبینی، برفو میخوای میبینی، رنگین کمون ببینی، خیلی چیزا واقعا داری تو این خونه ویلایی. گرفتی؟ اصلا سبک و سیاق معماری ایرانی هم همینه. یه خونه نسبتاً کوچیک، به خصوص تو مناطقی که امکانش بیشتر فراهمه، مثلا شمال، یه تیکه خونه است، بقیه‌اش همش. چرا؟ چون اصلا سبک اقلیمی اونجا اینو میطلبه. خب فکر میکنم تا اینجا فعلا کفایت میکنه، چون مطالب این بخش بیشتره. من نمیخوام در واقع این مطلب خیلی زیاد بشه تو این جلسه، یعنی تایممون خیلی زیاد شه. ادامه مبحث رو میذاریم توی جلسه بعدی. موفق باشید دوستان.